خب دوستانی که میخوان برن دبی و به صورت توریستی دارن میرن و میخوان داخل دبی برای خودشون ماشین رنت کنن و رانندگی کنن، باید در نظر داشته باشن قبل اینکه بخوان برن دبی گواهینامه خودشونو به گواهینامه بین المللی تبدیل کنن، یعنی گواهینامه و مجوز بین المللی رانندگی برای خودشون بگیرن. برای این کارم همونجور که اینجا روی میبینید یه آدرس وبسایت هست، میتونید برید داخل این وبسایت. چند مدل پلن داره. پلن نقره‌ایش رو بگیرید، از همه فکر میکنم بهتر و با صرفه تر باشه. توی پلن نقره‌ای شما میتونید ظرف 24 ساعت گواهینامه خودتون رو تبدیل کنید به گواهینامه بین‌المللی که هم چیزی رو تو ظرف 24 ساعت براتون میفرستن. هزینه‌ش هم زیاد نیست، حدود 800 900 تومانه. آدرس میگیرن و پیکشون میاره در به محل بهتون تحویل میده. گواهینامه بین المللیتون رو که گرفتید، وقتی برید داخل دبی میتونید برای خودتون ماشین رو رنت کنید. البته این گواهینامه بین المللی تو چندین کشور دنیا قابل قبول هست و قبولش میکنن و میتونید ازش استفاده کنید. حالا صرفا من هدفم چون دبی هست دبی رو دارم بهتون توضیح میدم. داخل دبی این گواهینامه رو با خودتون میبرید، ماشینتون رو رنت کنید. زمانی هم که میخواین ماشین رنت کنید ویزاتون و این گواهینامه رو ازتون میخوان، یعنی بهتون میگن که گواهینامه‌تون عکسش رو بده یا ازتون میگیرن میبیننش و بعد اجازه میدن که ماشین رنت کنین. ماشینی که رنت کردید این باید همیشه پیشتون باشه. اینجوری نیستش که اگه یه زمانی پلیس جیرتون گرفت بگید من تو هتل جا گذاشتم، جایی مونده یا اینکه با خودم نیاوردم. باید حتما پیشتون باشه. بعد اینم بدونید اگر زمانی اقامت امارات رو گرفتید دیگه نمیتونید با این گواهینامه رانندگی کنید و باید حتما برید گواهینامه خود امارات رو بگیرید. البته خیلی توی موضوع تحقیر نیستن. بعد از گرفتن اقامت شاید یکی دو ماه سه ماه اول خیلی بهتون گیر ندن، خیلی کم پیش میاد پلیس جلوتون رو بگیره مگر اینکه تخلفی رو انجام بدید یا خلافی بکنید. در نظر داشته باشید توی دبی قوانین رانندگی خیلی سخته و باید به قوانین احترام بذارید. قبل اینکه بخواید ماشین رنت کنید حتما در این مورد اطلاعات کسب کنید، پرسجو کنید و ببینید که قوانین رانندگیشون به چه صورته و بعد اقدام کنید برای رنت ماشین کردن و رانندگی کردن. بدونید که اگر اشتباه کنید هم جریمتون میکنن و هم به شدت باهاتون برخورد میکنن. البته اینجور چیزها رو من خودم هنوز به چشمه از نزدیک ندیدم. توی این مدتی که اونجا رانندگی کردم هیچ مشکلی نداشتم، ولی در کل این چیزیه که از تجارب دوستان به دست اومده. اگر اقامت دبی رو بگیرید دیگه نمیتونید با این رانندگی کنید. حالا شاید یکی دو ماه اول بتونید و جلوتون رو بگیرن، خیلی بهتون گیر ندن و با یک جریمه ساده از کنارش رد بشن. ولی اگه مدت زمان زیادی از اقامتتون گذشته باشه و بفهمن که شما دارید با هنوز بدون گواهینامه رانندگی میکنید، جریمه‌های سنگینی تا حدود 5000 10000 درهم جریمه داره و 100% باهاتون برخورد میکنن. به این موضوع خیلی توجه کنید. گرفتن این گواهینامه کار خیلی سختی نیست، به راحتی میتونید بگیرید. توی دبی ماشین داشتن، رنت ماشین خیلی به صرفه تر از تاکسیه و میتونید با یه مجوز رانندگی بین المللی ساده برای خودتون رانندگی کنید. هزینه‌های تاکسی توی دبی بسیار بسیار بالاست و اگه بخواید این ور اون ور زیاد برید باید خیلی هزینه کنید. پس بهتره که قبلش گواهینامه‌تون با هزینه کمتر بگیرید. نهایتا اینکه میتونید یه ماشین به صرفه برای خودتون رنت کنید. زیاد دنبالی نباشید که ماشینای با حجم موتور بالا بگیرید، چون هزینه بنزین هم زیاده اونجا و اگه بخواید دم به دقیقه با ماشین گاز برید و بنزین بسوزونید باید برید بنزین بزنید و زیاد به صرفه در نمیاد. ماشینای معمولی مثل ماشینای تویوتا هزینه مصرفشون کمتره، هزینه بنزینشون کمتره و از تاکسی خیلی به صرفه تره و خیلی راحت خیلی جاها میتونید برید. حالا توی پست دیگه، توی ویدیوی دیگه در رابطه با استفاده از ماشین و اینکه چجوری پارک کنید، چجوری هزینه‌های پارک رو پرداخت کنید هم یه ویدیو ضبط کنم براتون میذارم. ولی به این موضوع توجه کنید که همیشه گواهینامه پیشتون باشه تا خدای نکرده براتون مشکلی پیش نیاد.